در شهر پشاور پاکستان صدها نفر در نزد مکتبی که 2 روز پیش مورد حمله طالبان قرار گرفت گلچنبر گذاشتند. بر اثر حمله طالبان بیش از 140 محصل کشته شدند. در داخل مکتب هنوز هم صحنه‌های دهشتناک به چشم می‌خورند. نماینده طالبان پاکستان گفته است که حمله جواب به عملیات نیروهای حکومت پاکستان در ولایت شمالی وزیرستان است. در کنار شهر کابل افغانستان بمبگذار مرگ طلب یک افسر پلیس را به هلاکت رسانده کمش 2 کس دیگر را مجروح نمود. بمبگذار مواد ترکنده را در دوچرخه‌اش پنهان کرده بود. وقتی پلیس از نیت او آگاه شده خواست او را متوقف کند، انفجار به عمل آمد. در دکان‌های مسکو پیدا نمودن جهاز الکترونی دشوار شده است، زیرا مشتریان می‌خواهند روبل‌هایشان را در حال بی‌قرب‌شوی با سرعت مصرف نمایند. بعضی تاجران محصولات را مستقیما از انبارها می‌فروشند. در دوام سال روان روبل روسی تخمیناً 50% قربش را از دست داده، فعلاً $1 امریکایی به 80 روبل مساوی شده است. در پایتخت ارمنستان شهر یریون رانندگان اتوبوس‌های خرد به نشان اعتراض از بالاروی نرخ گاز مایع کارشکنی کردند. روزهای اخیر با پایین‌شوی قرب پول ارمنی درم، فروشگاه‌های گاز مایع نرخ گاز را 20% بالا برده‌اند. سازمان‌های غیر دولتی قرقیزستان در روز بین المللی مهاجر به یاد مهاجرانی که سالهای اخیر در غربت هلاک شده اند 650 پفک را به آسمان سر دادند. آنها از حکومت قرقیزستان تقاضا کردند که از مهاجران کاری پشتیبانی بیشتر نموده امنیت آنها را کفالت دهد.